آقا حسن شما خارج بودی چی میخوندی؟ من چون از کودکی خارج بودم همونجا هم پزشکی خوندم. رفیقمون دکتره. دکی بزغاله به من نیشه تو. شین میم ره کی میدونی یعنی چی؟ شوش مولوی راهن. میگه من خانم بهتر نیست اول ما عروسی کنم بعدم برم تیپه. یعنی وقتی مجیدی برگردوندن من میرم جای مجیدی پر میکنم. به خیالم اینجا یه چیزی گرفتارم کرده. دالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایسادن، اما این باید باز خاطر دل خودم دیگه هم آخه نره داشت مرتضی. چیت مینازی؟ یه من ریش نیست که به ریشه است. به ریشه است ولی ریشه شماها توی آبه نه توی خاک. دردم زیان دید بچه ها بیچاره شدم هممون رفتم هفت. یا اول